name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the creator of the creatures, who is the king of the kings. Hello dear students, I hope you are all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson. Grade 10 English book, Unit 4, Lesson 4, Part 1, page 47. با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگرد عزیز، خدا کنه خوب، جور، صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به درس جدید ما و شما. کتاب انگلیسی صنف دهم، فصل 4، درس 4، بخش اول، صفحه 47. So, dear students, before we start our new lesson, let's review what we have studied in the previous lesson. Dear students, in the previous lesson we have studied just one section and it was reading. شاگردای نهایت عزیز، قبل از اینکه بریم به طرف درس جدید خود، چی خوب است که یک مرور کوتاهی داشته باشیم به درس گذشته خود. ما و شما در درس گذشته یک بخش را آموختیم و او بخش خواندن بود. اگر به یاد داشته باشین شاگرد عزیز، چی بود درس ما که از به یاد داره؟ میفهم کلتان به یاد دارین چی بود؟ انواع مختلف خانه ها، different kinds of house. چی بود؟ اگر به یاد داشته باشین ما و شما 3 نوع خانه را خواندیم، درست؟ 3 قسم خانه بود. خانه هایی بود که از چوب ساخته می شد، سقفشان شیبدار بود. خانه هایی بود که سنگی بود و خانه هایی بود که از گل و خشت و سنگ و چیزا ساخته می شد، درست؟ همین رقم بود. 3 پاراگراف خواندیم، البته یک مقاله بود در مجموع. بسیار درس جالب بود. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. خب in today's lesson. So, dear students, in today's lesson we will study just one section and that section is word study. خب شاگردای نهایت عزیز، در درسی که قرار است ما شما امروز بخوانیم، بیاموزیم و یاد بگیریم، ما شما یک بخش را میاموزیم و او بخش مطالعه کلمه است. خب شاگردای نهایت عزیز، میفهم کارهای خانگیتان انجام دادین. حتما داخل میبینم. من به یاد دارم که کارخانگیتان چی بود؟ ورقای کتابچه تان نکنین، ما رو باز در کتابچه تان میبینیم، درست؟ گفته بودم که متن ریدینگ پسیج صفحه 46 گفته بودم که در کتابچه تان نوشته کنین، درست؟ او در کتابچه تان بانین، من میبینیم باز ملاحظه شد میکنم. خب فعلا قلم، پنسل، کتابچه، همه چیز آماده. بیاین که درس خدا شروع کنیم. آماده هستین بچه‌ها؟ شروع کنیم درس خدا. بسیار خوب. word study، مطالعه کلمه. read these words and sentences، کلمات ذیل را و جملات ذیل را بخوانید. بیاین که بخوانیم. danger means risk. hazard, it means the noun form of dangerous. the signs in the picture means danger. دقت کنین شاگردای نهایت عزیز، danger به معنای خطر داشتن یا hazard. دقت کنین شاگردای عزیز، hazard و danger چی هستن؟ مترادف یکی دیگه هستن یا سنونیم هستن. چی هست؟ هر دوش یک معنا را میده. hazard، danger و همچنان hazardous و dangerous. هر دوش چی هست شاگردای عزیز؟ باز هم یک معنا را میده. danger یعنی که خطر داشتن. مگرم ببینین شاگردای عزیز، dangerous چی است؟ dangerous شکل است که اسم است. danger فعل است، اما dangerous چی است؟ اسم هست یا noun هست. ببینین در ادامهش گفته شده بود که the signs in the picture means danger. گفته شده بود که علامه که در تصویر است نشانه خطر می باشد. From the bottle it will kill you. It's dangerous to touch the bottle. اگر از بوتل بنوشید شما را خواهد کشت. دست زدن به بوتل خطرناک است. یعنی دیگه این حاله ما شما نمیفهمیم که بوتل چی است که خطرناک است و اگر از او شما بنوشین
حتما دیگه خدای نخواسته شما را از بین میبره و میکشه. Where do you usually see danger sign? معمولا علامت خطر را در کجا میبینید؟ Where do you see the third sign? علامت سوم را در کجا میبینید؟ What does it mean? چه معنا دارد؟ ببینین یک بار شاگرد عزیز، علامت خطر است، درست؟ شما این در کجا میبینین؟ چی معنا داره؟ فکر کنین؟ خب شاگرد عزیز پیش میریم. Furniture. Furniture means couch, sofa, bed and etc. It means etc. Furniture یعنی فرنیچر، یعنی کاوچ، چوکی، تخت و غیره. خود فرنیچر یعنی مبل و فرنیچر که ما شما میگیم، همین چی است؟ کاوچ است، چوکی است، تخت است، میز است. همین در مجموع چی میشه؟ فرنیچر میشه. A bookcase is a piece of furniture. Two armchairs are two pieces of furniture. قفسچه کتاب یک نوع از فرنیچر است، درست؟ دو عدد چوکی بازودار، چوکی ساده نه، چوکی های بازودار که از شما حتما دیدین، دو عدد فرنیچر گفته میشه، درست؟ همین چوکی هم که هست چی است شاگرد عزیز؟ همین چوکی که شما پیش شما میبینین، همین چوکی هم چی است؟ فرنیچر گفته میشه، درست؟ همین چوکی های بازودار میبینین، امیره برش میگن چی؟ فرنیچر، از جمله فرنیچر است. پیش میریم. How many pieces of furniture are there in your classroom? Count the pieces. گفته شده که چند دانه فرنیچر در صنف شما هست، حساب کنید. ببینین شاگرد عزیز، صنف را ببینین چند دانه فرنیچر است، میز است، چوکی است، درست؟ امی چی است؟ امی از جمله فرنیچر است. یک بار صنف ببینین چی است؟ فرنیچر چی است؟ حساب کنین ببینین. Remember, this word never takes s in its plural form. باید داشته باشین شاگرد عزیز، در شکل جمع این کلمه هیچ وقت s اضافه نمیشه. یعنی هدفش هستی چی است شاگرد عزیز؟ ما شما مثلا بگوییم که چند دانه میز و چوکی است، ما بخوایم که رو جمع بکنیم بگوییم furnitures، این رقم نمیشه، درست؟ تنها که ما شما میگیم furniture یعنی که کاوچ، میز، چوکی خودش جمع است دیگه. ما شما نمیتونیم که دیگه یک کلمه که جمع است این دیگه هم جمع‌تر بسازیم، درست؟ این گفته که باید داشته باشین. پیش بریم. Man-made means not natural. Man-made یعنی که طبیعی نباشه، ساخته دست بشر باشه، یعنی مصنوعی باشه، درست؟ Man-made یعنی چیزی را که ما انسان ها جور میکنیم، درست؟ چی را ما شما جور میکنیم شاگرد عزیز؟ ما شما چوکی را جور میکنیم، تلویزیون را جور میکنیم، مثلا تخته جور میکنیم، خانه جور میکنیم. این چی است؟ چیز طبیعی نیست. چیز طبیعی چی است؟ چیز طبیعی درخت است، کوه است، دریا است. این چیزای طبیعی است. این را ما شما نساختیم، درست؟ امیدوارم هدف ما گرفته باشین. پیش بریم. A cave is a natural place. قسمت براتون گفتم cave یا مغاره یک جای چی است؟ طبیعی است. او را انسان جور نکرده، او کوره، او مغاره را چی است؟ طبیعی است. People did not make it. قسمت براتون گفتم مردم مغاره ها را نساختن. چی است؟ یک چیز طبیعی است. Builders make modern houses. کارگران خانه های عصری می سازند. خب so they are man-made. قسمت پیشتر براتون گفتم کارگران خانه های عصری می سازند، پس چی است؟ خانه هایی را که می سازند ساخت دست بشر است، نیست؟ وقتی که کارگر کی است؟ انسان است، بشر است، درست؟ خانه را می سازند. خانه خو طبیعی نیست که مثلا از گذشته همونجا بوده باشه، مثل کوه، مثل درخت، نه. چی است؟ من میده، ساخت دست بشر است. پیش بریم. Material means a physical substance which things are made from.
material یا ماده به معنای چی است؟ به معنای مواد یا ماده. اما مواد میتونیم بگوییم مواد فیزیکی است، البته که چی؟ مواد فیزیکی است که اشیا از او ساخته میشه. We make window with wood and glass. کلکین را از چوب و شیشه می سازیم. یعنی چوبام شیشام ما کلکین می سازیم. We make airplane out of iron. ما از آهن طیاره می سازیم. We make pots with clay. ما از چی؟ از گل رس گلدان می سازیم. پیش بریم. Reason. Reason means the cause of an event or situations. Reason یعنی سبب یا علت. علت یک حادثه یا علت یک حالت. We want to know the reason for something. ما می خواهیم دلیل بعض چیزها را بدانیم. ببینین reason. Why did cavemen use caves? چرا مردمان مغاره نشین در مغاره زندگی میکردند؟ ببینین سوال شده که چرا. reason دلیلش چی است؟ to shelter from weather and animals attack. خب چرا مردمای مغاره نشین در مغاره های کو زندگی میکردند؟ دلیلش چی است؟ به خاطر که چی؟ به خاطر پناه بردن از آب و هوا و حمله حیوانات. بسیار ساده. خب پیش میریم. What are your reasons for coming to school? دلایل شما برای آمدن به مکتب چیست؟ چرا مکتب میرین؟ دلیلش چیست؟ What reasons do students have when they come late to class? دانش آموزان به چه دلایل به صنف ناوقت می آیند؟ در صنف ما و شما که قاسم ناوقت می آید، باز میگیمش که قاسم چرا ناوقت می آیی؟ میگه والا استاد کار داشتم. همین یک تکیه کلام داره. قاسم میگه استاد کار داشتم. این کار هیچ وقت نیست که خلاص شود. چطور قاسم؟ همونطور است. دلیل ناوقت آمدن شاگردان دانش آموزان چی میتونه باشد در صنف؟ همیست دلیلش که کار می داشته باشند. خلاص. پیش میریم. Why do you study hard? سوال شده. چرا زیاد درس میخوانید؟ To pass the exam. به خاطر که امتحان را موفقانه سپری کنم. خب شاگرد عزیز، این بود بخش word study یا چی؟ یا مطالعه کلمه که ما شما خواندیم و یاد گرفتیم. بریم به طرف جمع‌بندی درس. اما قبل از جمع‌بندی درس ببینین شاگرد عزیز، اگر کسی جای سوال داره یک بار مرور کنین، میتونین که پرسان کنین. سوال شاگرد عزیز. یس شبیر سوال داری؟ استاد کلی چی مانا؟ بسیار خوب. شبیر عزیز متوجه باش. کلی یعنی که چی؟ گل رس. کلی یعنی چی؟ یعنی گل رس. کلی گل رس. بازم تکرار میکنم. کلی گل رس. درست؟ میتونی که خط بکشی معنایش را نوشته کنی. خب شاگردای نهایت عزیز، بریم درس امروز خود یک جمع‌بندی کنیم. ما و شما شاگردای عزیز در درس امروز یک بخش را آموختیم و او بخش چی بود؟ word study یا مطالعه کلمه. ما و شما خواندیم و یاد گرفتیم. بریم به طرف کارهای خانگی شاگردای عزیز. قلم و کتابچه‌تان آماده. homework نوشته کنین کار خانگی. Write the word study of page 47. تکرار میکنم. Write the word study of page 47. شاگردای نهایت عزیز، word study یا مطالعه کلمه ما شما در صفحه 47 میال خواندیم. امیر چی میکنین شاگرد عزیز؟ در کتابچه‌هایتان نوشته میکنین. و این چیز شاگرد عزیز بر شما کمک میکنه. زمانی که شما نوشته میکنین چشمتان دوام آشنا شده میره. زمانی که نوشته میکنین حتما که خود تکرار میکنین یا نمیکنین. مثلا نوشته میکنین reason. ببینین امرای حرفای reason شما آشنا میشین. بر املا و انشایتان هم بسیار خوب است. خب شاگردای نهایت عزیز، این بود درس امروز ما و شما. خدا کنه که درس امروز یاد گرفته باشین، بر شما مفید و مؤثر تمام شده باشه. درس امروز مشکلاتتان حل گردیده باشه. تا
تا درس آینده که باز هم یکی دیگه خودم میبینیم، شما را به الله یکتا و بی‌نیاز میسپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.